سرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان شبکه تبریکاتی شهنان. امروز جمعی ما برای تبریک کردن دو خواهران که جشن زادروز دارند در خانواده نرگس آیتی مهمان هستیم. نرگس آیتی را، زرین آیتی را در جشن زادروزشان تبریک میگوییم. از نام فریدون دامادشان، از نام عزیز آیتی فرزندی عزیزشان و از نام همه فرزندان این لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خواهرکان مهربان. البته نرگس آیتی، زرین آیتی، مادران مهربان، زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگیم. در قرصک زنم خودم رو برای شما با تکلیف میکنیم. مرحبا، نزدیکتر بیستیم. اینجا امروز دو خواهرکان زادروز داشتیم. گفتم فرزندان یک تاشان 17 با درآمدن، یک تاشان 18 با. کی 18 با درآمد؟ شما صاحب کسب هنری اصلا پرشرفتری، صاحب کسب هنری دکتری. در جامعه ما معلم پرزیدنت دولت هم چقدر تاکید کردن که قهرمانان دور زمان ما چقدر رسوی بعد دیدیم، پسی سر کردیم. آن روزهای بسیار هم بعد بود الهو پسی سر مانده باشد، کرانتین، پاندمی دیدیم. اما اون وقت با شمایان جان فداکارانه جان خودتان فدا کرده برای خلق خدمت کردیتان. امروز باشد جشن زادروزتان است. زادروز مبارک. زرین آیتی روز تولد مبارک باشد. همیشه صحت سلامت گردید. همین خلط سفیدتان هیچ وقت داغ نکرده. در سر فرزند و جیان و نبیره و تمام خویش و تبارات همیشه صحت سلامت گردید. جشن زادروز مبارک. دو خواهرکان من امروز خوشحال شده زادروز جشن لیستان. بگذار اناخه جوانیاتان با چشم نرسد. نرگس آیتی زادروز مبارک. گفتن نرگس آیتی صاحب یک کسب پرشرفتری بیزنسمن. من دیگر دولت را رفتم میبینم، مسافری را میگردم. چقدر مشقت مسافر به گشتگی میداند، از وطنش، از فرزنداش دور میگردد. برای اینکه علم فرزندا حیات با موفق شود، صاحب کسب شود، یک حیات با خوشی زندگی کند. گفته تمام هستی خود را مسافرت به گذرانده ایستادیم. ما نقش میبینیم مادر جان من تا دنیا باشد باشد، پدرم که خوشه پیر شود، خدا کند که دمی پیری و دولتی پیریت گرد، هر دویشان حاجی بابا شوند، حاجیانه شوند. برای مامبت شب و روز خواب نرفتن، مسافری عذابات خودشان میدانند، مسافری با میگردند. روزاش نشد دشنه میگردند، روزاش نشد خودشان نمیپیشانند، مامبا میپیشانند. برای ما از همه چیزی بهترینه، برای ما فدا میکنند و برای ما یافته میبینند. رحمت برای بودنشان. علمینا هستند که پدرم، مادرم هستند که ما علمی درجه های زیبا و رسیدیم. صاحب کسب شدیم، صاحب عائله، صاحب وقت شدیم.
ما چقدر که مهنت کنیم برای پدرم برای مادرم کم است. برایشان رسانید تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان. تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم ولی به تو دل سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا آمد. زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم. شود با هر دعایت شعری من جذاب مادر جان. مادران عزیز، دو خواهرکان نازنین، بگذار زادروزتان مبارک. 100 ساله شده گاتانبه، 120 ساله شده گاتانبه. الان خیلی خوش و خوشبخت پیش از همه صحت سلامت جشن گرفتن نصیب کند. امروز شما را تبریک میکنیم از نام برادری عزیزم، از نام داماد خاندان، از نام فریدونکه، از نام عزیز آیتی، از نام تمام فرزندان شما را تبریک میکنیم. یک تا گوید که ما وایلا نرس میبینیم، نرس میدگاه مایا چخیلی اثبات کردن ما نمیتونیم. فقط برای ما از همه گنجینه بی‌بهاترین سلامتی است خودشان را نگاه دارند، خودشان از تمام کسلی ها دور کنند. برای ما صحت سلامت گردند، سریع فرزند و نبیره ها به دعا گوش نگردند. زادروزشان مبارک. برای شما البته از نام اهل عائلاتان گلدسته های زیبا تیار کردیم. مهمانان اگر ترسکی بلنزنیم اگر گلدسته میسپاریم مرحبا. زادروز مبارک. خدا خواهد نرگزایتی زرینایتی قایشه شده، همراه شده، همراهی عائلاتان، همراهی پدران فرزندان و زیارت کعبةالله نصیب کنند. خدا خواهد اگر حاجیانه شده، حاجی بابا شده آمده، همین کاشانه های زیبا و حجی آشی های کلان شود و ما همین صبحی سهر ساعت 3 که آمده شما پیشواز گرفتن نصیب کنند. برای همین خیلی نیت های نکو برای شما کتاب قرآن تیار کردیم. از همه در روی دنیا کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. مرحمت قبول کنید. زادروز مبارک باشد. البته در اینجا باز از نام فرزندان توفه ها هست. سیر اینش خودم ما نمیدانیم درونش به بریلیانتی لابدگی است. البته قبول کنید. زادروز مبارک برای هر دویتان مبارک باشد. زادروز مبارک. از جایتی یک تشریقی تبریک بکنیم. امروز دو گل ثبت خاندانه، یک دو گل ثبت خاندان. اکتاشون مادر، اکتاشون خالجان عزیز. مرحبا. یک تشریقی تبریک کنیم. همتون تبریک دیوتون تبریک میکنم. الهی صحت بداری تو، الهی وقتی ما بسوم سلامت کرده تو. انا تو دختر نصیب شد زوری ما نبیه تو. شویم خالجا، شویم بیجا. الهی صحت بداری تو. من دیبیوتیا. و یک بار تبریک میکنم. من علیتشم تبریک کردم. الهی خمکه سخ سلامت عمر دراز مانده کشه ما میکنه ما نحضورم باید انتار بکنم. از رحمت تشکر. البته امروز دو خواهرکان نازنین. امروز نگفتیم که یک تاتون 17 ساله، یک تاتون 18 ساله. الان خیلی لحظه های ما تاریخ با مهر میسازیم. البته کتابی کلام ما است، ما شهنام. و این کس عزیزی که بدونن چند بار خلاص ما مهمان شدیم. ما الان خیلی رسای خورسندی در کتاب های کلام مهر میسازیم. برای در اینجا تاریخچی ما هستن، اپراتور ما. شما یک تشریح رسم میگیرن. شروع شدن برای دو تا دختر یاناتوما تکلیف کردن. نبیره و فرزند هم نخشه یاناتوما تکلیف میکنیم. یک جای فوتوسسی هم میکنیم. بعد از سوال باشد میرقصیم. خدا خواهد سرودی خوشی رو میمانیم. یک تا خوشی رو کردن میرقصیم خورسندی میکنیم. مرحبا. یک تا رسم میگیریم.
دلتان شیرینی هم ببریدتان نیت کرده با یک نیت های نکو خدا خواهد حاجیان نمیشیم خدا خواهد 120 میدانیم سلمان در سر فرزندان دعا گوش میگردیم گفته نمی شیرینی هم ببرید مرحمت پس شما نزدیکتر بیاره مرحمت Все быстрее стали звезды, но не зря, не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, желаний, исполнения. И миллион ночей дней. С днем рождения, любви до окружения. حتی یک جه بیرون برآمدن تازه هاوبه یک رقص میگیریم شروع کرده بعد از آن رقص بازی ادامه میدیم
Ты меня не узнала, что ли? Давай, вот туда, باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنام. من بیننده ها الکی امروز بزم را نیز باقی رساندیم. حالا تبریک های ما زیاد است، حالا نقشه های ما در آینده زیاد است. با ما باشید، شما دستگیری کنید و البته دعا کنید که کارهای ما رواج یابد و همیشه در خدمت در روزهای خرسندی، در روزهای شادیانه شما باشیم. امروز باشد نرگس آیتی را، زرین آیتی را از نام فرزندانشان تبریک کردیم، با شما با هم دیدیم. خود را احتیاط کنید.